اینجا قبل از شروع لازمه که توضیحی در مورد انواع مکاتبات برای هر شرکت داشته باشیم. مکاتبات به صورت کلی شامل 2 دسته اصلی میشن. دسته اول مکاتبات داخلی و دسته دوم مکاتبات اداری. مکاتبات داخلی همونطور که از اسمش پیداست یک فرم و یا یک نامه‌ایه که فقط قرار داخل مجموعه ارجاع و گردش پیدا کنه. به عنوان مثال اگه شما بخواید گزارش کار هفتگی خودتون رو برای مدیرتون ارسال کنید، چون این نامه قرار هست داخل مجموعه وجود داشته باشه و نیازی نیست که اون را به اداره، شرکت یا فردی که خارج از شرکت شماست بفرستید، قطعاً ماهیت مستند داخلی هست. و مکاتبات داخلی بیتا شامل 2 بخشه. اول نامه‌های داخلی و دوم فرم‌ها. اما مکاتبات اداری چیه؟ مکاتبات اداری زمانیه که یک اداره، شرکت و یا فردی خارج از شرکت شما یک نامه‌ای به شرکت شما ارسال میکنه و در حقیقت شرکت شما دریافت کننده این نامه است که در این حالت ما توی بیتا با گزینه ثبت نامه وارده اون نامه رو ثبتش میکنیم. شاید شرکت شما بخواد یک نامه‌ای را به یک اداره، شرکت یا فرد خارج از سازمان بفرسته که این بار دریافت کننده نامه اون شخص خارجیه. بله، ماهیت این مکاتبه نامه صادره هست که با گزینه ثبت نامه صادره و ثبت پیش‌نویس درون نرم افزار بیتا مشخص شده.